اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیزی برنامه های ما، امروز با هم در برنامه آستانه، در برنامه خانوادگی آستانه، یکی از موضوعهای خیلی نگران کننده با هم هست که در این باره زیادی ها گفتند و یا میگویند، ولی تطبیقا دیده ایستاده ایم که چقدر عائله های مسلمان مهاجر و این چنین در قطار اینها چقدر خواهر و برادرانی که با فرزندان خود به کشورهای غیر مسلمانی هجرت کردند، روز از روز به مشکلی ها دچار می شوند و روز از روز وقتی فرزندها بزرگ شده ایستادند، نگرانی آنها هم زیاد شده ایستاده است و واقعا تربیت درست فرزند مسلمان باید در اینجا قید کنیم، برای آنکه عائله هایی که عموما به دین رابطه ندارند و برای آنها مهم این بودن پول و مهم بودن زندگی خوب است، برای آنها اصلا فرق نمی کند که کودک آنها تحت کدام شرایط و چگونه بزرگ شده ایستادند و فکر آنها و نگاه آنها به آینده چگونه است. اما عائله های مسلمان، پدر و مادرانی که واقعا میخواهند یک فرزندی با اخلاق، فرزندی دیندار، فرزندی که او بداند که او چگونه باید بزرگ شود و حق بزرگان را داند و عموما فرهنگ اسلامی تاجیکی داشته باشد، وقتی میبینند که برابر کمک های مالی کشورهای غیر مسلمانی اخلاق کودک را از آنها میگیرند، روز از روز این موضوع خیلی آنها را نگران میکند که ما چیکار کنیم فرزندان ما، آینده فرزندان ما، دین فرزندان ما، اخلاق فرزندان ما، عموما شخصیت و انسانیت فرزندان ما در مهاجرت از دست نرود و دگرگون نشود. و البته اینجا وقتی درباره مهاجرت صحبت میکنیم، عزیزان همه میدونیم که هجرت کردن در دایره شریعت درست است و پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کرده بودند، صحابگان هجرت کرده بودند، اون هم حتی به حبشه و یا به مدینه که همش مسلمان نبودن، آنجا یهودها هم بودن، مشرکین هم بودن. ولی هجرت کردن هم باید شرط خودش را داشته باشد. ما هجرت میکنیم برای پیدا کردن پاره نان، ما هجرت میکنیم برای پیدا کردن جای امن تا که به ما ضرر نرسد، خطر به ما تهدید نکند. ولی این هجرت ما باید مشروط به آن باشد که ما دین خود را از دست ندهیم یا دین خود را از زیر شبهه و زیر تهدیدها قرار ندهیم، یا اینکه ما اخلاق خود را از دست ندهیم. و در رویدادهای آخر روسیه دیده ایستاده که اون همه سال زیاد وقتی کشور روسیه و عائله های سرفرزند کمک میکرد و جوانها به آسانی شاید در دنیا از همه کشوری اونقدر به آسانی شناسنامه دهنده روسیه باشد و اینقدر آسانی شناسنامه میداد، انا روزهای آخر دیگر قانون برآورد که تو خواستی نخواستی وقتی شهروند من هستی باید بروی بجنگی. حالا من ظالم هستم یا مظلوم هستم فرق ندارد، وقتی من قرار برآوردم دیگر تو باید اطاعت کنی. و دیدیم که چگونه خطر داشته است. مایان گمان میکردیم که نه، کشور روسیه فقط با پول و با کمکهایش و ما از هر طرف دستگیری میکند. حالا که میدیدیم که تاجیکانی که مقیم روسیه هستند به اوج همت و به اوج دیگر تخصص برسن، هم هنوز هم با همان بعضی کلمه های خودشان تاجیک ها رو صدا میکردن و هیچ کسی تقریبا پیدا نمیشد که قدر قیمت تاجیک رو بداند. آن هم از گفتیم قدر و شرف زیادی ها گذشتند، گفتن هر چی باشد، هم کی باشیم هم چی باشیم هم امانتر است و هم کمک دارد. ولی دیده ایستادیم که آخران چه خطری داشته است، یعنی چه خطری داشته است زندگی کردن بین غیر مسلمان ها برای عائله مسلمان. و مسئله دیگر عزیزان، مسئله هست که همیشه میشنویم که خیلی زیادی از خواهر و برادران تاجیک ما، خیلی زیادی از عائله ها میخواهند به اروپا یا امریکا یا عموما به غرب سفر کنند.
و تقریبا شنیده نمی شود عائله هایی که میگویند ما دست جمعانه به یگان کشور مسلمان می رویم، برای آنکه متاسفانه درهای کشورهای مسلمان ثروتمند برای تاجیکستان مسلمان های دیگر محکم است، بسته است و کشورهای مسلمانی که کم بغل هستند و یا شرایط زندگی در آنجا خیلی با مشقت میگذرد، ما نمیتوانیم یا گفتیم نمیخواهیم در آنجا صبر کنیم و زندگی کنیم، چون مشقت در آنجا خیلی زیاد می شود و برای پوره نان باید خیلی حرکت کرد. انا اکثریت عائله هایی که میگویند ما باید برویم اروپا و یا امریکا یا چه خیلی که گفتم غرب، حتما باید اینجا قید کرد که اروپا و امریکا از کشورهایی هستند که سر از عصر 18 تقریبا در آنجا دیگر مفهوم عائله وجود ندارد، در آنجا قدر پدر و مادر وجود ندارد، در آنجا احترام و اخوت و برادری و مهربانی وجود ندارد و در تربیه فرزند برابر پدر و مادر طرف سیوم هم هست. اون حکومت دست خودش را در تربیه فرزند از پدر و مادر هم درازتر کرده است و حتی پدر و مادر حق ندارند با صدای بلند فرزند خود را تنبیه کنند یا فرزند خود را بزنند که زدن کودک در تمام عصرها بود، البته اون زدن های نه که کودک مجروح شود، ولی برای سیاست کردن یا برای تنبیه کردن که بعضی از کودکان باید بعضا، نه همیشه، بعضا ببینن که پدر و مادر اونها هم عصبی میشوند. بعضی کارهایی هست که پدر و مادر اونها صدا بلند میکنن و حتی کتک میزنن یا گفتیم فرزند خود را کمی جدی تنبیهش میدهند. انا اروپا تمام این حقوق های پدر و مادران را گرفته است که بالای پدر و مادر قانون مانده است که تو حق نداری صدا به فرزندت بلند کنی، که اگر همسایه ها شنیدن تو رو کاملا از حق پدری و مادری محرومت میکنن. تو حق نداری فرزندت را همان گونه‌ای که شریعت تو پروردگار تو میفرماید تربیت کنی، برای اون که فرزند آزاد است. و عجیبش این است که آنقدر آزادی برای مردم دادند که انسان حق دارد به حیوان خودش را تبدیل دهد. سبحان الله، نشنیده اید انسان هایی که با سگ و با گربه هم ازدواج میکنند، دیگر تماما و تمام اباحه ها و یا اینکه حلال کردن حرام ها قدم زدند. انا برای همین عائله هایی که قصد زندگی در غرب را دارند و یا اینکه الکی در آنجا زندگی دارند، حتما باید و تربیه فرزند چندین مراتب جدیتر نگاه کنند، برای آنکه مایان در تاجیکستان خودمان و حتی در کشورهای مسلمان هم با وسیع شدن دایره دیگر اینترنت و با این همه شبکه‌های اجتماعی و این چنین پسشوی اخلاق که از هر طرف دارد بد اخلاقی علل خصوص جوانها را احاطه میکند و آنهایی که اراده ضعیف دارند و ایمان ضعیف دارند، بگویم از همه بالاتر، آنها خیلی زود به این طرف و یا آن طرف میروند. حتی در کشورهای مسلمان دچار مشکلی میشویم. کجا رود به کشورهای غرب که بر اعلی بدون هیچ خجل حتی استادان یا معلمان و یا اینکه نفران دیگری هنرمند و همه میشناخته بدون هیچ خجالت میبرایند و از بد اخلاقی خود میگویند یا اینکه یک کارهایی که در شریعت ما رذیل است، خیلی به دست پسته هست، حیوانی هست، با تمام یک کلماتی آزادی شخصیت و آزادی وجدان و اراده بیان میکنند. پس خواهر و برادرانی که صاحبان فرزند هستند در مسئله زندگی کردن در بین جامعه که در آنجا دیگر فساد به اوج اعلا رسیده است و تقریبا مفهوم عائله دارد روز از روز از بین می رود، برای اون که عائله که در آنجا پدر و مادر حق دخالت کردن به زندگی فرزند 15 ساله 16 سالش را نداشته باشد، چگونه می تواند عائله شود؟ عائله که در آنجا شوهر حق نداشته باشد از زنش بپرسد که کجا هستی، چی کار کردی، چرا این رو کردی و یا آن رو نکردی، گویان بالای همسرش کمی غضب کرده نتواند و این حقوق رو از او گرفته باشند که اگر بالای همسرت عصبانیت کردی تو رو میبریم زندان میکنیم و یا تو رو کاملا از این کشور بیرون میکنیم. پس در آن عائله چی قوامت وجود دارد؟ الرجال قوامون علی النساء. اگر در عائله پدری نکند، پدر اون غیرت و اون
عزتی که دارد نداشته باشد و مادر حق نداشته باشد با دختری 17 ساله 18 سالش بنشیند و بگوید که این کار میکنی حرام است، اینش حلال است، نباید به این کارها بروی. این حقوق در پدر و مادر مسلمان نباشد، در آن عائله چی مفهوم عائلگی میماند؟ در آن عائله چی معنای عائله بودن میماند؟ برای همین خیلی و خیلی در این مسئله باید جدی نگاه کرد. برای آنکه درباره بعضی از عائله های تاجیکی هم من خودم شنیدم و خیلی زیاد درباره عائله هایی که از جزایر هستند، از مغرب هستند یا از لیبیا هستند، زیادی فیلم هایش را دیدم که چگونه یک عائله مسلمان هجرت میکند. آنها اکثریت به خاطر پول یا به خاطر شرایط بهتر به غرب و اروپا و آن عائله کاملا پاش میخورد و یک عائله 6 نفره می روند و 6 نفر در 6 گوشه غرب می مانند. دیگر عائله کاملا نابود می شود. این گونه عائله ها زیاد است و زینهار که باید پدر و مادرانی که در اروپا هستند و در روسیه هم این گونه هست، اما به طرزی که در کانادا و امریکا و اروپا الان من می توانم بگویم حمله ضد عائله داری که اینقدر یک دست بزرگ یا قوه بزرگ بالای عائله ها هست که دیگر عائله ها نمی توانند که همان گونه‌ای که باید باشند بتوانند. همیشه ترس دارند که صدایم را به این بلند نکنم یا اینکه فرزندم را در این کارش و یا اون کارش دخالت یا تنبیه نکنم. پس پدر و مادرانی که در مهاجرت هستیم، اون هم علل خصوص در کشورهای غیر مسلمانی چیکار کنیم؟ پیش از همه این را باید بدانیم که وقتی الله کفالت مهاجران را میدهد و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، هر کسی که در راه الله سفر میکند برای آسودگی و مال فراوان را الله نصیب میکند و یا اینکه کفالت میدهد. اینجا حتما قید هست که فی سبیل الله، اگر به خاطر الله باشد، اگر به خاطر دین خود باشد، اگر به خاطر این باشد که در ظلم شریک نشویم و یا اینکه به خاطر اون که دین خود را محافظت کنیم، انا در آنجا پروردگار شمایان را در کفالتش گرفته است. اما سفر کردیم به خاطر اون که زیادی کمک میکنن، سفر کردیم به خاطر اون که در آنجا خیلی زودتر صاحب خانه میشویم، صاحب ماشین میشویم، چیزی دیگر، اینها یگان تاش به اون مهاجرتی که در شریعت است به اون داخل نمیشود. آره، یک پدر خودش سفر کرد برای یک مقدار پول پیدا کردن، نان حلال پیدا کردن، مسئله دیگر، اما عائلوی می رویم در آنجا باقی میمانیم، شرایط خوب بوده است. این هرگز همان مهاجرت نیست که پروردگار به عهده‌اش گرفته است. و این رو هم باید بدانیم که وقتی که مهاجرت گفتیم، اولین درجه باید در فکر پدر و مادر این نقشه باشد که آیا در اونجا من میتوانم فرزند خود را تربیه درست کنم و خود را هم تربیه درست کنم. برای آنکه چگونه که بارها میگویم پدر و مادر، اقل خصوص پدر و مادر مسلمان، پدر و مادر تاجیک، میتواند از بحر خانه و در و تمام داراییش به خاطر سلامتی فرزندش براید. پدر و مادرانی هستند که به خاطر سلامتی فرزند کل دارایی خود را فروختند و حتی بعضی از عضو بدن خود را فروختند. ولی چی لازم است؟ ثروتی که شما کاملا فرزند را از دست بدهید. فرزند 17 ساله 18 ساله شود و پناه به الله بگوید که من نامم دیگر هست، جنسم دیگر هست، اخلاقم دیگر هست، تو حق نداری بالای من این گونه قانونت را بیاری، من یک فرد آزاد هستم، از تو هم نزدیکتر بالای من حکومت هست که میتواند مرا بخوراند، بپوشاند، تامینم کند. اینجا از کلا از دست دادن فرزند است که حتما باید در این باره پیش از هجرت و در داخل هجرت هم هنوز هم دیر نیست، باید بدانیم که ما چیکار کرده ایستادیم. آیا خطری از دست دادن اخلاق کودک، از دست دادن فرزند و پاش خوردن عائله ما رو در اینجا تهدید میکند یا تهدید نمیکند؟ چیزی دیگر این است که البته خیلی که گفتم کشورهای زیاد برای مهاجرت هستند، کشورهای زیاد هستند، اما در آنجا مشقت ها زیاد است. ولی از اینکه مشقت زیاد کشیدیم اما اخلاق ما، دین ما در جایش بود، بهتر نیست که ما در همون مشقت بمانیم ولی اخلاق و دین و تماما عائله خود را زیر خطر نکنیم. چیز دیگر، پدر و مادر در کشورهای مهاجرت خیلی زیاد هستند. برادرانی که مهاجرت کردن یا خواهرانی که مهاجرت کردن خود دیگر خود را فراموش کردن. دیگر آنها
چگونه باید زنی مسلمان اطاعت شوهرش را کند، چگونه باید مادری مسلمان اولین درجه مسئولیتش تربیت فرزندهایش باشد، چگونه باید یک زن تاجیک با آن اخلاقی که با آن فرهنگی که ما را بزرگ کردن مهمان نواز و مهمان دوست باشد، اینها رو فراموش کردن. کم نیستن زنهایی که در مهاجرت علاقه شوهر خود را تهدید میکنن که میتوانم تو رو زیر زندانت کنم، میتوانم تو رو من کاملا طلاق دهم. یعنی زن شوهرش رو حتی گفته میتواند که من تو رو میتوانم در این کشور طلاق دهم، به من صدا بلند نکن یا مرا تهدید نکن. یا اینکه مادرانی که دیگر از صبح بر وقت ساعت 8 گفتیم تا ساعت 5 بیگاه فرزند آنها در مکتب است، آن هم در احاطه کیها هست که حتما باید بدانیم که در صنف چی میگذرد، در آنجا چی چیز تربیه میکنن، در زنگ تفریحی کودک ها چی کار میکنن. بعد از ساعت 5 کودک می آید، مادر حتی نمیپرسد که امروز آیا درباره دین یگان چیز قبیح شنیدی، یا اینکه یگان چیزی رو دیدی و توانستی بر آن عکس العمل نشان دهی، یا اینکه توانستی حدی اقل توانستی در اخلاق مسلمانی خود بایستی و تو را کسی به گناه دعوت نکند. و عموما درباره زندگی کودک، گذرانیدن وقت کودک بیرون از مکتب و از مدرسه، مادرانی که صحبت میکنن جدی همراهشان صحبت میکنن شاید پیدا نشود. و ببخشید مویان دیگر زندگی آسوده رو دیدیم، گمان کرده ایستادیم که تمامی عمر کودک ما کودک است و همین خیلی خردکک میماند و ما هرچی گفتیم با قلب صافش قبول میکنن. نه، همه میدونید که کودک وقتی به سن نورسی رسید 14 15 بعضی ها 13 ساله شد، الکی کودک میگوید دیگر من بزرگ هستم. الکی آن پیشتر نصیحت هایی که میگویی مثل پیشتر من قبول نمیکنم. نصیحتی که مادر به فرزند باید بکند و یا جای کردن اخلاق اساسا از 7 سالگی تا 14 سالگی می شود که علموهم سبع. این خیلی مقوله مشهور است که بعضی از علما میگن سخن عبدالله ابن مسعود است، بعضی ها میگن حدیث است که پیامبر گویا که یا گفتیم این گونه حکمت است که تربیه تعلیمی کودک از 7 سالگی تا 14 سالگی می شود و قلب کودک در این وقت هر چی که درونش ریزانیده شد قبول می کند. اگر حقیقت را نریختید آن با باطل پر می شود و مادر باید در این از 7 سالگی تا 14 سالگی 7 سالی کامل تمام قوه خود را صرف کند که هر روز قلب کودک را با آن ارزش ها، با آن حرام و حلال ها که عزیزان اگر حرام و حلال را کودک ندانست کی باشد هم به کجا نرسد هم وی به یک جای غوطه میزند، وی به یک کارهای دست میزند که واویلا کسی نمیتواند او را دیگر از آنجا بیرونش کند. برای همین مادرانی که مهاجرت رفتن یا مادرانی که غریب شدن اما فراموش کردن که غریب هستند، فراموش کردن که آنها در جای خیلی خطرناک هستند و کودکان آنها همان گونه‌ای که در تاجیکستان یا اینکه همان گونه‌ای که در کشورهای مسلمانی کاملا بدون هیچ آلایش برمیگردن این گونه نیست. آنها از بیرون بعضی از اخلاقهای را به خود میگیرند، بعضی از کارهای را حلال دانسته می آیند که همین گونه بزرگ شدن پس از 14 سالگی و یا ببخشید پس از 14 سالگی و یا 15 سالگی دیگر نمی شود آنها را تغییر داد. چیزی دیگر الگو بودن پدر و مادر. خیلی که گفتم پدر و مادرانی هستند که خود دیگر زبان را فراموش میکنند، خود دیگر شخصیت خود را فراموش میکنند و کودک هم دیگر قبول میکند که وقتی ما مهاجر شدیم حتما باید روس شویم، حتما باید دیگر کشور شویم. در خاطرتان باشد پیشتر هم گفته بودم چقدر عائله هایی هستند که به محض آنکه به روسیه می آیند دیگر زبان خانگی آنها روسی می شود، دیگر رفتار و مناسبت و پوشیدن و گفتن آنها روسی می شود، یا به یک کشور دیگر رفتن، کشور غیر مسلمان، دیگر فرهنگ آن را یک باره در خانه هم جاری کردن را خود پدر شروع میکند که دیدی اینها چه خیل میکنن ما باید امی خیل کنیم، در حالی که این دیگر پدر و مادر که این گونه تغییر مییابند بدون هیچ شک فرزند هم تغییر مییابد. برای همین اول باید پدر و مادر خود در عقیده خود استوار، در دین خود استوار بیستند. آره عائله هایی هستند، عائله هایی که 30 سال و 40 سال حتی 60 سال در غرب زندگی کردند ولی آنها ذره هم از فرهنگ آنها تاثیر نگرفتند تا توانستند به همسایه و به همکاران خود تاثیر رسانند
چی فرزندانشان چی خودشان، اما هرگز فرهنگ آنها را در خانه خود جاری نکردند. شک و شبهه هایی که عاید دین است هرگز به قلب فرزندان خود راه ندادند که چه بسا کم هستند این گونه عائله هایی که پایدار بماندند. اما اکثریت عائله ها دیگر میبینید، علل خصوص عائله هایی که عموما با علم شرعی سر و کار ندارند، با علمای حقیقی ربانی سر و کار ندارند و درباره دین وقتی صحبت می رود گمان میکنند دین فقط برای عزاداری هست و برای دیگر عقد و نکاح هست. می بینید که حتی نبیره های آنها یا گفتیم فرزندان نبیره های آنها کاملا در فکر ندارد که او از کدام ملت بود و از کدام دین بود. و چیزی دیگر، دوستی در کشورهای غرب است که بیخبر از آن هستیم، ولیکن دوستی که عائله های مسلمان با عائله های غیر مسلمانی دارند، آره اگر ما خیلی قوی هستیم و تاثیر رسانیده می توانیم، این که خوب است، اجر و ثواب زیاد هم دارد و انسان دیگر از شخصیت خود هرگز دور نمی رود. ولی دوستی هایی که فرزندان ما با دوستان مسیحی و یا یهودی و یا حتی عموما آنهایی که ملحد هستند و بیدین هستند دوستی میکنند و میگویم نه زبانش خوب شود، هیچ مشکل ندارد مسلمان نباشد، هم زبانش خوب میشود، بگذار با او دوستی کند، بگذار با او رفت و آمد کند، هرچی باشد. هم ما دیگر در این کشور هستیم و باید با اینها مراسو کنیم. مراسو کردن با کافر، مراسو کردن با یهود و نصرانی، این سنت پیامبر است. پیامبر با تمام یهودهای یثرب و یا مدینه مراسو کرده بودند، اما مراسای پیامبر هرگز معنایش این نبود که به خاطر دوستی یا همسایگی با یهود یا در یک شهر زندگی کردن پیامبر از دین خود تنازل کرده باشند، از آن چیزی که شریعت میگویند تنازل کرده باشند. در سر میزی که در آنجا الکل نوشی می شود، رقص و سرودی موسیقی هست، در آنجا نشسته همراه آنها تویتا مبارک باشد یا زاد روزتا مبارک باشد، هرچی باشد ما همسایه‌ایم همکاریم گفته باشند، یا اینکه فرزندان مسلمان ها در گناه آنها شریک شده باشد. اما در ما کم نیستن خواهرانی که میگویند هیچ علاج نداریم، باید به بعضی از عیدهای آنها رفته فرزند من اشتراک کند، باید به زادروز دوستش رود، اگر نرفت دیگر دوستی پراکنده می شود. به خاطر دوستی که دارید که آن دوستی شاید امروز فردا تمام می شود و هرگز باور کرده نمی شود که یک دوست شما تمام اون وفادار میماند، آن هم دوست غیر مسلمانی. شما بروید از ارزش های دینی خود، از تمام آن و گفته خودمون پرینسیپ هایی که باید ما رعایت کنیم از آنها تنازل کنید که مبادا دوست من خفه نشود. برعکس بعضی از عائله هایی که مسلمان شدن یا بعضی از جوان هایی که به اسلام گرویدن میگویند اولین چیزی که مرا به اسلام جلب کرده بود این اخلاق مستحکمی دوست مسلمانم بود که او هرگز سری هر میزی که الکل نوشی میشد و یا هر رقص و بازی یا هر جشنی که در آنجا اختلاط و دور از شریعت عمل ها میشد به آنجا نمی آمد و من خود به خود حیرت زده می شدم که چگونه یک جوان در عین جوانی می تواند از این همه عیش و عشرت خودش را دور کند، از این همه صفایی که ما داریم، خرسندی که ما داریم خودداری کند و با همین من دیگر مثل او شدم و به اسلام گرویدم. یعنی شخصیت های قوی همیشه تاثیر خود را میرسانند، اما شخصیت های ضعیفی که تنازل میکنند یا گفته کمی یک کم به قفا میروند تا اینکه دوستیشان یا همکاریشان یا همسایگی با غیر مسلمان قوی شود، میبینیم که آخرش وایست و آخرش این انسان دیگر از انسانیت خود هم، از پدر و مادر خود هم، از اخلاق خود هم تنازل میکند. و چیزی دیگر اینجا باز باید اشاره کنیم، مسئله زبان است و مسئله دین است. از همه پیش درباره اگر مسئله دین صحبت کنیم، یک چند علمایی که رفتند و در غرب 5 سال یا 10 سال یا بعضیشان 15 سال زندگی کردند، مانند اقبال لاهوری یا اینکه مثلا درباره طارق سویدان، من درباره صحبت‌هایش که در امریکا تا 10 سال زندگی کرده بود این عالم زیادی گوش میکنم، یا بعضی از کتاب‌های مثلا سعید قطب که در خود انگلتره یا انگلیس خواندگی بود. این علما میگویند چیزی که ما را به آن برگردانید یا اینکه ما فکر کردیم که بجز زندگی کردن در دین انسان در یگان راه صاحب
خوشبختی نمی شود. این است که مردم اروپا و امریکا وقتی گفتن دین فقط در کلیسا هست، دین فقط در مسجد است، نباید در زندگی در جامعه دین وجود داشته باشد. جامعه هر چی خواهد بکند، کسی میخواهد دین را یا از طریق دین زندگی کند، زیادیش باید در کلیسا باشد یا در مسجد باید دین هویدا باشد و در جامعه و در حکومت ها. و این گونه اینقدر دین را از زندگی خود دور کردن، دیگر انسان ها به حیوان شدن شروع کرد. یعنی نگاه کنید، مواد مخدر به اوج رسید، نوشیدن موادهای سپیرتی به اوج رسید، پوش خوردن عائله ها، پدر وجود ندارد، مادر وجود ندارد، از که خواهند فرزنددار می شوند، به که خواهند فرزند را می دهند به اوج رسید و حتی انسانیت که تو زن هستی یا مرد هستی بی‌فرق شد. یعنی وقتی آنها دین رو، و حتی اگرچه دینی مسیحی باشد هم، وقتی تو 300 سال پیش مردم اساساً در قانونهایشان از قانونهای انجیل اگر تحریف شده باشند هم زندگی میکردن، مردم تا این اندازه به حیوانیت نرسیده بود، تا این اندازه بد اخلاقی نبود. و وقتی که مردم گفتن کاملا میتوانیم بدین زندگی کنیم، دین در زندگی ما، در حکومت ما، در پیشرفت ما هیچ نقش نداشته باشد، انا ما پیشروی ها کرده ایستادیم، ساخته ایستادیم، تقدم کرده ایستادیم، ما بچه اوج آسمان ها رسیدیم، ما توانستیم این و آن را کشف کنیم، ولی فراموش کردن که خود را از دست دادن. و ببینید که چقدر برده شهوتی خود شدن. ایده از آنها همشان برده کارن یا غلام کارن، شب و روز کار میکنن و یک چند ساعت خواب میکنن، باز همین گونه کار میکنن. در زندگی آنها فقط کار است و چیزی دیگری نیست. زیادی هستن عائله ندارن، از اینکه میگن میخوام در کارم یا به گفتی رسو کریر کنم، و زنهایی هستن که در حیاتش نه شوهر دارد نه فرزند دارد، برای اینکه وای فقط باید کار کند بود و گویا که برای کار به دنیا آمده است. ایده هستن که اینقدر بنده هوا هستن که هر چیه که هوای نفس من میخواد من باید آن را کنم، و با همین گونه حتی به حیوان شدن هم نزدیک شدن. چه خیلی که مواد مخدر و در زمین ها خوابن، یا اینکه چگونه ای که مرد بودن خود را حتی عوض میکنن یا چیزی دیگر. انا اینجا بودن دین در زندگی انسان تا حد اهمیت دارد که انسان با واسطه دین میتواند شخصیتش را پیدا کند. و عجیبش این است که یک چند نفران موفقی که در اروپا بعضن دیده می شود که صاحب عائله هستند، صاحب فرزند هستند، صاحب کار هستند و این چونین با عملهای رذیل اینقدر آلوده نیستند، حداقل مسیحی هستند، یعنی حداقل پایبند مسیحیت هستند، اگرچه مسیحیت دیگر هیچ قدر و قیمتی ندارد بعد از آمدن اسلام، ولی به هر حال یک قطره از انسانگری را و نظر به دیگر اطرافیانشان دیده می شود. اما آنهایی که گفتن هیچ نقش در زندگی من دین ندارد، چه خیلی که گفته ایستادم، یا برده کار شدند و ساختمان شدند و پیشروی شدند، یا برده هوای نفسی خود شدند و دیگر فراموش کردند که آنها با همین جسد خود از جسم حیوان فرق ندارند. انا بودن دین و جای داشتن خدا ترسی در قلب کودک مسلمان، در فرزند مسلمان این گونه اهمیت دارد که او خود را میشناسد، او میداند که چرا به دنیا آمد و چگونه از دنیا می رود و در دنیا باید چگونه زندگی کند تا اینکه هم عزیز باشد و هم برده نفس خود یا برده جای کار خود یا برده یک انسان نشود. و کم نیستند، عجیب است، کم نیستن اونهایی که برده فوتبال هستند، برده بعضی از نمودید ورزش های دیگر هستند، برده بعضی از انسان های سرودخوان هستند که اگر یکی از آنی که مخلصش هستند اگر از دنیا رفت، یک چند نفر دیگر هم خودکشی میکند، به خاطر فوتبال دیگر از جان خودش میگذرد، به خاطر بعضی از بازی های قماری هم دیگر میبینید که چیکارها میکنند. پس پیش روی همه این رو دین میگیرد و عائله هایی که در قلب کودک، در ذهن کودک تعلیمات دینی را جاری نمی کنند، آن کودک وقتی بزرگ شدن میگیرد و این تاثیرات را از اطراف خود گرفتن میگیرد. برای همین حتما باید پدر و مادر مسلمان، آنهایی که نمیخواهند فرزند خود را از دست دهند، برای کودک خود بجز تعلیم مکتب ها و یا دانشگاه های آن کشور تعلیم دینی رو هم در یک سو جاری کنند. و من در
تگزاس بود به فکرم، در یکی از ولایت های امریکا به نزدیکی خواندم که تا 5000 طبیبی عرب در آنجا کار میکند. یعنی در یک ولایت خردکک 5000 طبیبی عربی مسلمان کار میکند و آنها طبیب شدن آنها به این درجه رسیدن آنها در همان کشور خودش بود، در حدود عائله‌اش بود. عائله‌اش آنها رو به اینجا رسانید، بعداً آنها رفتند و به آنجا به کار ایستادند. یعنی عائله مسلمان یک کودک از همه طرف متکامل، هم از جهت اخلاقی هم از جهت علمی را میتواند بزرگ کند. اما عائله هایی که میگویند دین در عائله ما جای ندارد، شاید یک کودک موفق بزرگ کنند، اما وقتی کودک در قلبش دین وجود ندارد، میبینید که یا به مواد مخدر یا به یکی از کارهایی که شریعت آن را به خاطر آنکه تو را هلاک میکند حرام کرده است و آن دست میزنند، و یا اینکه آخرشان به خودکشی است، یا اینکه آخرشان اینقدر به عیش و عشرت داده میشوند که از حیوان هم فرق نمیکنند. انا برای همین پدر و مادران که الان ما اینترنت داریم و کشورهای غرب مثل تاجیکستان نیست که بگوید که نه درس‌های دینی ممنوع است، نه شنیدن این و یا آن عالم ممنوع است، یا به مسجد رفتن ممنوع است، یا با یک استاد در کنج مسجد در هفته یک بار دو بار درس کردن ممنوع است. حتما باید به فرزند خود علل خصوص از 7 سالگی باید تعلیم دینی را شروع کنند که کودک بداند که او به دنیا چرا آمده است و همچون یک انسان او در این دنیا باید چیکار کند و انا در این وقت او حقوق پدر و مادر خود را هم میشناسد، حقوق زن فرزند خود را هم میشناسد. اما چه خیلی که گفتم پدر و مادرانی که میگویند نه به ما مولاگی در کار نه، که ما دیگر دین را فقط به مولاگی نسبت میدیم، و اونهایی که فقط سر دسترخوان هستند و میخورند و دو سه کلمه میگویند، اون هم اساسا درباره زنها که گویا صحبت های ما باید حتما درباره زنها باشد. این همه مشکلی در تاجیکستان داریم، نه ما زیادی فقط درباره مشکلی های زن و شوهر گپ میزنیم. نه ما مثل اون مولاها نمیشویم. من کودکم را طبیب میکنم، کودکم را مهندس میکنم، کودکم را مهندسی کامپیوتر میکنم. البته بکنید، کسب حلال است، اما از این طرف حتما به کودک بیاموزانید که تو نه آمدی که فقط کار کنی در دنیا، تو نه آمدی که فقط تو باید پول بیاری یا اینکه به عیش و عشرت یا به ساختمان و به خانه سازی، تو آمدی که برابر این حقوق الله را بدانی، حقوق خودت را، حقوق اطرافیانت را و این دنیا